یکی از راهگذران روز 6 سپتامبر سال 2022 به اداره پایگاه خبری بامداد یک پارچه ویدیو از محل صدمه و ترکش ماشین گازکشان در کیلومتر 43 شورای دوشنبه خوجند چنوق را فرستاد. در ویدیو دیده می شود که ماشین در درون دریا افتاده است، ولی همچنان از آن علنگه آتش به هوا بلند شده ایستاده است. این حادثه در موضع هوشیاری نویه ورزوب روی داده باعث هلاکت و جراحت برداشتن چندین نفر شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه اول روز 6 سپتامبر سال 2022 ساعت 2:30 در کیلومتر 43 شورای دوشنبه خوجند چنوق ماشین گازکشان تمغه دولان رقم غیر دولتیش 3913 HR01 RT تحت اداره راننده شمس‌الدینوف امیرشاه ساکن نویه 5 بنابر سبب از کار برآمدن تجهیزات ترمزدهی به بالای ترازوی پلازای دولنگی هوشیاری که به شرکت سهامی IRS تعلق دارد برخورد و به دریای ورزوب افتاده است و سپس ترکید است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی در نتیجه ترکش 2 نفر به هلاکت رسیده، 1 نفر جراحت برداشته است و 2 ماشین دیگر قسما ضرر دیدند. وزارت کارهای داخلی گفت در جای حادثه گروه تفتیشاتی کارهای تحقیقی انجام داده ایستاده است. شرکت IRS که مسئولیت پولچینی و نگاهبینی شورای دوشنبه خوجند چنوق را در دست دارد، در صفحه‌اش در فیسبوک تفصیلات بیشتر این حادثه را نشر کرد و گفت که در این حادثه 3 نفر هلاک و 4 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود بعد از کار برآمدن ترمزهایش ماشین بدون ترمز قریب 2 کیلومتر را طی کرده سپس به دریا سرازیر شده است. در این بین راننده خود را از ماشین بیرون پرتافته با برداشتن جراحت‌های جسمانی به بیمارخانه انتقال داده شد. متاسفانه بعد از رخ دادن ترکش با سبب‌هایی که بعدتر مقامات دخلدار شرح و توضیحات می‌دهند، 2 مسافر 2 اتومبیل سبکرو در محله حادثه از علنگه آتش اتومبیل ترکیده به هلاکت رسیدند. همچنین 1 نفر در زیر اتوبوس سمت دوشنبه پنجکند مانده جان داده است. 4 نفر دیگر که آسیب جسمانی برداشتند به بیمارخانه انتقال داده شدند. خبر میدهد شرکت IRS در این زمان آوازه‌ها در مورد با اتوبوس برخوردن ماشین گازکشان را بی اساس نامیده خبر داد که نقلیات مسافرکش مورد نظر به داخل جویبار کنار راه افتاده، مسافران آن از جمله 17 شهروند خارجی صحت و سلامتند. شرکت IRS به نزدیکان و پیوندان نفران فوتیده اظهار همدردی نموده به آنها صبر جمیل خواسته است و همچنین از رانندگان خواسته است که پیش از سفر به حالت تکنیکی واسطه نقلیات توجه ظاهر نمایند تا باعث پیامد ناگوار نگردند.